Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang xonini so'rmoqning, juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. السلام علیکم دوستان بیننده‌های عزیز، تماشابینان شبکه شهنان. امروز به سردی هوا نگاه نکرده ما همراه خود گرمی آوردیم. همچون الان با خانواده شادمان بابا مهمان هستیم. امروز مادر عزیز، مادر مهربان که به زیارت عمره رفته بودن، برگشته ایستادن با نام نیک و مبارک، با نام حاجیانگی. امروز مطلوبانه از سفر حج برگشته ایستادن و از نام فرزندان تبریک کردن. این لحظه های زیبا و خاطرمان را با تاریخ مهر می‌سازیم و کمی همراهی مادران تا آمدن آنها صحبت میکنیم. رفتیم؟ السلام علیکم مهمانای عزیز، همه یکاتو خوش آمده به درگاه اپیاکی من عمره برفتگی حوض رکک میبیم. من نگاه کرده شدیم، همه یکای مهمان همینجا به نگاه کرده شدیم. خواهرک عزیز من السلام علیکم، خوش آمده مهمانکای عزیز، نوری دیده تاج سر. خواهرک من عمره برفتگی سوق سلامت حاضر در اومده میبیه. مهمونکا گله خواهرکا نیو کده ششته. السلام علیکم مهمونان عزیز، من امروز خواهرک من با عمره رفتگی بوده است. من امروز نصیب کرده است مامان نگاه کرده شدیم میبیاد. الهیم همه روز برساند و چکاتون و یات حضور شده همه روز دینتون شما هم پدر و مادرای جونه کده همه خیلی مامان برید که نگاه کنه. رحمت. السلام علیکم خیشی تبارکا، هم یکاتون خوش آمده، نوری دیده تاجی سر. من امروز خالملوی مامان عمره برفتگی من حاضر اومایسیان. الهیم هم یکای من همین ماهانم همونجا به نصیب کنه رویم. خالملو چی نیت دارن نیتک شما رسن الهیم و فرزندکاشون رحمتی کلان، شیرزاد جان، گلمیره، گلبهار، هم یکاتون با رحمتی کلان که بیت من همه خیلی عزت و حرمت کده فرسونده. از طرف خدا اشمان زیاد شده دشمان گرده الهیم. هم یکاتون بخش آمده در خونه که خواهری من، هم یکاتون چی نیت دارن یتکاتون برسه الهیم. همجا استادگی ها هم ماهاتون حجاب خدای مهربون نصیب کده باشن. بسم الله الرحمن الرحیم.
قدم نور بلا دور تکیه گاه به خدا ای رسول از شاد نزدیک کنه از غم دور کنه ای پاک پروردگار دنیا همونه تینج کنن آخرت کامنا آباد کنن سبحان الله به هر دمد یارت کن سبحان الله کشایشی کارت ده سبحان الله به عزتی کل فیکون سبحان الله مرادی همه را حاصل بکن ای خدای مهربون همین بچه‌های پشتک پناهش من نگاه داره گلبهار شیرزاد کلون ملا بچه‌هاشون کتی خوشپیر شون الهی گل میرم شوش کتی خوشپیر شود چی نیت دارن نیتکش برسه همین خواهره که منم شاد من کتی خوشپیر شود و دوگوی فرزندکاش شود آمین الله اکبر رحمت کلون هم یکتون با رحمت. السلام علیکم مهمونکوی عزیز خوش آمده به درگاه خاله جون من حاجی خالم الهیم خلیکم ساق رفتگی باشن ساق بیان الهیم خونیکشون با فرزندکشون با الهیم فرزندکشون خلیک ما هم خیلی وای کدیان می الهیم خدای مهربون اینویم هم خیلی وای کنه حجاب رسوندن با الهیم نصیب روزی کنه الهیم خلیکم خوش آمدن.
السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، مهمانان خانواده شادمان بابا. شادمان بابا بیت شما یا نشما نزدیکتر؟ یا نشما نزدیکتر استید؟ شادمان بابا گذارید. خدا کند که به حج اکبر یک جایه رفت آمدن برای شما نصیب کند. حاجیانه زیارت عمره مبارک باشد. خانه خدا را طواف کرده آمدید و هر پدر مادران ما این خیل زیارت مبارک نصیب کند می‌بینیم. امروز ما خرسند هستیم که در این لحظه های شادیانه شمایان در خدمت هستیم که چنین حاجی ها، حاجی بابا و حاجیانه ها و چنین دولت آزاد و آباد در زنده و زیبنده هستند. خدا کند که امروز این عملهایتان به درگاه خداوند کریم قبول کرده شده باشد و همیشه در سر فرزند و نبیره های خود سایبان سر فرزندان شده گردید. از من و از خلق عالم بر شما تبریک باد. حاجیانی صافتینت با وفا تبریک باد. از عنایات خدا ریزد به سرهای شما رحمت و خیرتی بهت دایما تبریک باد. امروز مطلوب خاله از امروز اعتبارا در هر کجایی که شما میبینیم حاجیانه خیلی شما گفته همراه شما سلام علیکم میکنیم. نامی نوتان برای شما مبارک باشد. بگذار به همه مادران روی عالم چنین نامی مبارک نصیب کند. بیهوده نگفتند زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر، در این دنیای بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من
توی مادر در حقیقت در روی دنیا بعد از خداوند از همه مهربانترین شخص بهر فرزند این مادر است. امروز شما را صدقاً از نام فرزندان عزیز، از نام شهرزادکه، از نام گلبهارایتی، از نام گلمیرایتی، از نام کلین پاشا بهارایتی، از نام نبیره های شیرین تبریک میگویم و در سر همین جگربندان خود سایبان سر فرزند و نبیره ها شده گردید. زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده‌ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز روز خورسندی شادیانه رو بار دیگر برایتان مبارکباد میگویم و البته میخواستیم در این لحظه های خورسندی سراول که قریب من 14 روز باز پزمان بودن شادمان بابا از همه پیش یادا تبریک کنن. مرحبا. Acıya bir, kuşa bir sever. خدا خواهد. هزار رحمت تشکر. خواهر کلانی مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید در این درگاه خواهر من صاحب رفته سلامت اومده پیش کجای نوشته پیش دخترکو با نیت داره نیتکوش پرسه نومکی نوش مبارک هزار رحمت. از نام خودشان، از نام شهرزادکه، از نام گلبهارایتی به فکر مسافری و از نام خواهرشان تبریک میگویم. گلمیرایتی مرحمت. السلام علیکم. همه یکتون خوش آمده. از یکتون قبول شما نیتای ناز داره نیتکتون برسه. من اینجا کسی شده همه یکتون برسه همه یکتون شود. اگر که یکتون اینسان با همه نیتکتون برسه انمی اکم انمی آیتی تبریک میکنم. همه یکتون هزار رحمت تشکر. باز تبریکا باشد اگر میشنویم. مرحبا. السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده به درگاه خالیکی من. خاله جان الهیم حاجتاتون قبول شود، مراداتون برسه، بچه‌ام که خوش پیر شوه، همه وقت صاف گرده، سلامت گرده، سری بچه‌کتون فرزندکتون با نیوره یکتون با الهی رحمت کلام هم یکتون با. حاجیانه مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. خدم نور بلا دور تکیگاه به خدای رسول از شاد نزدیک کنه، از غم دور کنه ای پاک پروردگار. دنیا همونه تینج کنه، آخرت کامونه آباد کنه. سبحان الله به هر دم دیار رفته، سبحان الله شایشی کار رفته، سبحان الله به عزت کل فیکون، سبحان الله مراد همه را حاصل بکن. ای الله مهربان، همینجا ایستادگی و هم یکات خوش آمده به درگاه مطلوبه، ساخ آمده سلامت رویم. حسین جان شما بایم رحمت کلام الهیم شما اونم حاجیانه شوه. شهرزاد جان تو به رحمت بچه الهیم کلم الله کتی خاک گیری زر گرده، زر و زیور گرده. گلمیر جان شود کتی خوشپیر شو، گلبها بیا بچه کات کتی خوشپیر شوه، شود کتی حضور حلواتی بچه ها کبیر. الهیم حجه که تیم قبول شوه، زیارت های کدگی چی مراد مقصد داره مقصد درش شود کتی خوشپیر شو. آمین. الله اکبر. هزار رحمت تشکر. مبارک باشد. تو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. شهرزادکه همراهاشون آمدید بیاید یا شما نزدیکتر و البته کلین پاشا بهارایتی شما هم نزدیکتر رسید. ما دستگل‌های زیبا داریم و خود فرزندان میسپاریم، آنها با افتخار مادران پیش قدم‌هایشان میگذارند. مرحمت یک جای شهرزادکه و البته مرحمت.
کسلمندی من بالم کسلمندی من حال یمان مندی من ادا بولمن جان و جهان منی گل و ریحان منی یادم الله امروز از نام شهرزاده که باید شما تبریک گوید. شهرزاده که کمی شرمگین برحمد خیر حاجیانا امروز لحظه های خورسندی تاریخی برایتان مبارک باشد. حاضر انمی همه مهمانان میخواهند یک لحظه های زیبایی آن مکان و مدینه را از شما شنوند و بیرون که سرد است ما وقتش ما رو بسیار نمیگیریم. این لحظه ها رو به تاریخ مهر میسازیم. من یک دو اپراتور در خدمت شما است و به تاریخ مهر میسازیم. خدا کند و زیارت حاجی اکبر هر دوی شمایان را نصیب کند و باز هم کل آماده شمایان را تبریک کردند برای ما نصیب کند. مرحمت همراهشان رسم میگیریم به تاریخ مهر میسازیم. مرحمت صحبت گرمشان را گیرید و البته به همه شما آرزو کنید خداوند با آرزو برساند. والله مهربون همین بچه‌های هم یکاشون پشتک و پناه تو من نگاه داره. بچه‌کام ساخ رفتیان سلامت بیا. گل بهار، گل میر، فرزانه، مکنونه، عزیز جان الهیم در پناه خدا باشند. برهان جان اسایمینی و شهرزاد جان زنش کتی خوششپیر شود. گل میره شوکش کتی خوششپیر شود. حضوری بچه کاش بینه گل بارن ساخ رفته سلامت بیا. حسین جان شما بایم رحمت ساخ آمده سلامت روه الهی شما اونم همین حجاب نصیب روزی کنه. آمین. الله اکبر. خوش آمدید. دوستان بیننده ها در خانواده شادمان بابا مهمان شده ایم. امروز حاجیانه مطلوب حاجیانه از زیارت عمره برگشتند. نیت کردیم در این شب بسیار هم زیبا و البته آرزومند هستیم که به زیارت حاجی اکبر رفته آمدنشان نصیب کند و در این خاندان زیبایشان باز حج آشی‌ها شود. ما آمده تبریک کردن نصیب کند. با ما باشد. خود را احتیاط کنید. آمده سال نو مبارک باشد. سلامت باشد.